سربازها در میدان نبرد چه میکشند؟ یه فیلم جذاب با بازی جان سینا. در گرمای 60 درجه عراق که توف بندازی هوا یه آجر تحویل میگیری و بعد جوری عرق سوز میشی. اونو دوستش مأموریت دارن خفن ترین تک تیرانداز عراقی رو دستگیر کنن. اما متاسفانه بدبیاری میارن و به گاه میرن. حالا اونا بدون آب و غذا باید در این گرما برای زنده موندن تلاش کنن. در ابتدای فیلم 2 تک تیرانداز از آمریکا میبینیم که به عراق فرستاده شدن. اونا مأموریت دارن یه تک تیرانداز خیلی ماهر عراقی رو دستگیر کنن. 2 تیرانداز 20 ساعت اونجا کمپ میکنن و منتظر میمونن که محل تک تیرانداز عراقی رو پیدا کنن. متو از صبر کردن دیگه خلاصه بدنش خواب رفته و از سر جاش بلند میشه و به آیزیک میگه هیچ اسنایپری اینجا نیست. ما داریم وقتمون رو اینجا تلف میکنیم. متو وسایلش رو بر میداره میره به سمت سربازهایی که کشته شدن و از آیزیک میخواد که اونم پوششش بده. یکم بعد متو به محل کشته شده های همرزمش میرسه. اونجا جنازه ها رو چک میکنه و میبینه که همشون به طور دقیق هدشات شدن. این مسئله یکم اونو ناراحت میکنه. سریع قضیه رو با آیزیک در میون میذاره. اونم ازش میخواد که سریع اونجا رو ترک کنه. اما متو تصمیم میگیره که اونجا بیسته تا بتونه مسیر تیر رو شناسایی کنه. آیزیک هم سریع دست به کار میشه و میره که متئو رو نجات بده. اون به صورت زیگزاگ حرکت میکنه تا اسنایپر رو گیج کنه، اما این کارش فایده‌ای نداره و قبل از اینکه به متئو کمک کنه به پاش شلیک میشه. آیزیک به ناچار به پشت دیوار پناه میبره. پاشو محکم میبنده که از خونریزی نمیره. متئو بهش میگه درخواست نیروی کمکی کنه. اونم سعی میکنه با مرکز پشتیبانی تماس بگیره. کمی بعد متوجه میشه که به رادیوش هم شلیک شده و از کارم افتاده. قضیه رو به متئو میگه. اونم ازش میخواد محل استتار اسنایپر عراقی رو براش پیدا کنه که بتونه بهش شلیک کنه. آیزیک تمام تلاشش رو میکنه که موقعیت تک تیرانداز رو پیدا کنه. کمی بعد متئو تمام تلاشش رو میکنه که خودش رو به تفنگش برسونه، اما متاسفانه به خاطر خون زیادی که از دست داده بیهوش میشه. تو این فاصله آیزی گلوله درون پاشو در میاره و پاشو میبنده که بتونه راه بره. بعد از اینکه پاشو بانداژ میکنه از شدت درد بیهوش میشه. یکم بعد آیزیک با صدای بیسیمی که توی گوششه به هوش میاد. اون متوجه صدای افسر میشه که ازش میخواد که لوکیشنش رو دقیق بهشون بگه تا نیروهای کمکی براشون بفرستن. یکم بعد افسر دوباره باهاش ارتباط میگیره و ازش میخواد که یه تیر هوایی شلیک کنه تا موقعیتش رو دقیق پیدا کنن. آیزیک به این قضیه مشکوک میشه. اونجا متوجه میشه که تک تیرانداز عراقی بوده که باهاش ارتباط گرفته. یکم بعد تک تیرانداز دوباره باهاش ارتباط میگیره و اونو تهدید میکنه که از خودش براش بگه وگرنه به متئو شلیک میکنه. آیزیک هم بهش میگه اول اون شروع کنه. اونم بهش میگه من یه شهروند معمولی عراقی ام که داره از وطنش دفاع میکنه. آیزیک در میانه گفتگوشون نقشه محل قرارگیری اونو طراحی میکنه که ترتیبش رو بده. آیزیک بهش میگه تو داری آدمهای اشتباهی رو میکشی. ما فقط قصد کمک و پیشرفت کشورتون رو داریم. تک تیرانداز خندش میگیره و بهش میگه شما لعنتی ها کشور منو به آتیش کشیدید. من هم همتون رو به جهنم میفرستم. آیزیک میخواد از قمقمش آب بخوره، اما اونم سوراخ شده. تک تیرانداز بهش میگه به موقعیتش کاملا مسلطه و از امر به رادیو قمقمه و پا شلیک کرده که راه فراری نداشته باشه و بهش گوشزد میکنه تا صبح از خونریزی میمیره. آیزیک تسلیم نمیشه و با جستجوی دقیق متوجه میشه که اون تو نخاله های ساختمونی کمپ کرده. آیزیک بهش میگه احتمالاً اون یه سرباز آمریکایی است که بهشون خیانت کرده، یا که اون
جوباست هستش، تک تیرانداز نابغه ارتش عراق. اما اون هر دو گزینه رو رد میکنه و بهش میگه اون فقط یه شهروند ساده است. یکم بعد آیزیک که داره از تشنگی هلاک میشه تصمیم میگیره که تک تیرانداز رو با یه حقه گول بزنه، اما باز هم بیفایده است و فقط با این کارش کلاه ایمنیشو از دست میده. آیزیک که دیگه خسته شده دلو میزنه به دریا، میره به سمت یکی از سربازها تا چیز به در بخوری اگه همراهشون هست برداره. به سختی موفق میشه و باز دوباره برمیگرده به موقعیت اولش. وقتی میخواد اطراف رو با دوربین چک کنه متوجه میشه که دوربینش آسیب دیده. کمی بعد متوجه میشه که متئو نمرده و هنوز زنده است. اون سری موقعیت تک تیرانداز رو بهش میده. متئو هم با یه تیک آینه موقعیت اونو چک میکنه. آیزیک با به حرف گرفتن تک تیرانداز سعی میکنه حواس اونو پرت کنه که متئو به تفنگش برسه. خلاصه متئو تفنگش رو بر میداره و به سمت موقعیت تک تیرانداز چند تا شلیک انجام میده و بعد سعی میکنه خودش رو به پشت دیوار به آیزیک برسونه که تو همون لحظه تک تیرانداز میزنه سرش رو میترکونه. آیزیک با دیدن این صحنه کلی به هم میریزه و خودش رو نفرین میکنه که چرا از کمپش خارج شده و موقعیتش رو لو داده. یکم بعد صدای رادیو شنیده میشه و متوجه میشه که تک تیرانداز خودش رو جای آیزیک جا میزنه و درخواست کمک میکنه و اونجا متوجه میشه که این تک تیرانداز عراقی سربازها رو به اونجا میکشونه و اونها رو هدشات میکنه. کمی بعد با هزار زحمت تفنگ متئو رو برمیداره و به سمت تک تیرانداز نشونه میگیره. چیزی نمیگذره که نیروی کمکی از راه میرسه. اون دیوار جلوش خراب میکنه که نیروی کمکی موقعیتش رو شناسایی کنن. از این بر هم تک تیرانداز به خاطر گرد و غبار نمیتونه آیزیک رو ببینه. آیزیک هم از فرصت استفاده میکنه و به سمت تک تیرانداز شلیک میکنه، اما مطمئن نیست که به هدف زده باشه. به همین خاطر دیوار ترسش رو میشکنه و روی پاهاش میسته. خوشبختانه هیچ اتفاقی براش نمیفته و گمان میره که تک تیرانداز مرده. در صحنه آخر نیروهای کمکی آیزیک رو سوار هلیکوپتر میکنن و میخوان از اونجا برن که تک تیرانداز به همشون شلیک میکنه و باعث سقوط هلیکوپتر میشه و در آخر تک تیرانداز دوباره درخواست کمک میفرسته. امیدوارم که از دیدن این فیلم فوق العاده هیجان انگیز لذت کافی رو برده باشید. لایک ویدیو فراموش نشه.